دیگه 19 سالت نیست. در طول روز بیشتر از 8 ساعت کار میکنی. کلی هم پشت فرمونی و مجبوری از خونه تا محل کار و از محل کار تا خونه رانندگی کنی. همین عدم فعالیت ورزشی به شدت احتمال خطر بیماریهای قلبی و حتی مرگ رو افزایش میده. حالا سوالی که برات پیش میاد اینه که من اصلا میتونم کالستنیکس رو شروع کنم؟ اگه بعد از 30 سالگی شروع به تمرین کنی، اتفاقایی براتون رخ میده که آره همشون رو بهت بگم. پس بدون معطلی بیشتر بریم سراغ ویدیو. میز کارت بدنت رو نابود کرده. اولین چیزی که حس می‌کنی اینه که بدنت دیگه مثل قبل نیست. چونه‌هات به جلو خم و بسیار خشک شده. دچار گودی کمر شدی و احتمال زیاد شکم درآوردی. وقتی تمرین کردن رو شروع می‌کنی، همه این مشکلات خودشون رو نشون میدن. کافیه چند تا اسکوات بزنی و ببینی پاها و باسن کاملا قفل میشن. شرایی که میزنی حس می‌کنی شونه‌هات مثل لولوی زنگ زده شده. نه به خاطر اینکه ضعیفی، برای اینکه بدنت سالیان ساله که توی وضعیت غلط مونده و بهش عادت کرده. خبر خوب اینه که این مشکلات دائمی نیستن. کافیه چند هفته و چند ماه ادامه بدی تا یکی یکی نقاط ضعفت رفع بشن. قفل پات باز و فرم شونه‌هات درست میشه. عضله‌هایی که حتی فراموش کرده بودی داریشون یکی یکی ساخته میشن و موبیلیتی بدنت به مراتب بهبود پیدا میکنه. کنترل بدنت افتضاحه. ممکنه برای چند هفته باشگاه بری و بدون مشکل وزنه بزنی. ولی وقتی سمت حرکات با وزن بدن مثل شنا و بارفیکس میری، جوری بدنت به لرزه میفته که انگار جن دیدی. در واقع یه چیزی تو کالستنیکس با وزن زدن فرق میکنه. ما به کنترل، ثبات و هماهنگی اعضای بدن در سطح بالا احتیاج داریم و این دقیقاً چیزی که تو تمام این سالها کم کم از دستش دادی. چون که سالیان سال به بدنت فشار نیاوردی، برقرار ارتباط بین عصب و عضلات به شدت مختل شده. ولی یه نکته جالبی در مورد کالستنیکس هست. با هر تکراری که میزنی اون ارتباط از دست رفته رو کمی برمیگردونی. داری تعادل، هماهنگی و آگاهی بر بدنت رو از نو میسازی. تحقیقات نشون دادن که بی‌تحرکی عملکرد سیستم عصبی، قدرت و تعادل رو ذره ذره نابود میکنه. ولی کالستنیکس این وضعیت رو تغییر میده. توقعات تو سین بالاتر فرق میکنه. وقتی 20 سالگی از اشتیاق یادگیری حرکات پیشرفت خوابت نمیبره. فکر هندستان و ماسالاپ از ذهنت خارج نمیشه. ولی سن که بالا میره اوزان فرق میکنه. چون کمبود وقت توی ناخودآگاهت رفته، میخوای گرم کردن رو بپیچونی و سریع به سمت حرکات پیچیده‌تر بری. پول این موقعیت رو نخوری. کافی گرم نکنی تا قشقش شونت رو حس کنی. حرکات پایه‌ای رو ول کنی تا جوری کمرت بگیره که دیگه ول نکنه. تو این سن عجله نه تنها باعث شکستن غرورتون میشه، بلکه خیلی زود دستی خودتون رو مصدوم میکنید. توجه داشته باشین که برای انجام حرکات پیچیده هیچ عجله‌ای نکنید. بلکه مهمترین چیز اینه که تمریناتتون رو با استمرار انجام بدید. زمان هدر رفته رو به حداقل برسونید. در دهه 30 زندگی بیشتر روی استفاده درست از وقت تمرکز میکنی و نمیخوای بیشتر از این رو هدر بدی. باشگاه رفتن خوبه، ولی زمان خیلی زیادی از شما میگیره. زمانی که میشه به جاش کارهای مثبت دیگه رو هم انجام داد. کالستنیکس این مشکل رو حل میکنه. خونه تو میتونه باشگاه تو باشه. حتی احتمال اینکه تمرین رو بپیچونی هم به شدت کم میشه. وقتی زمان کمه، کالستنیکس همیشه حرف اول رو میزنه. قدرت ظاهر میشه، ولی متفاوت. وقتی از خواب بیدار میشی شاید حس ابرقهرمان بودن بهتون دست نده، اما معجزه‌اش توی پشت صحنه زندگیتون کاملا قابل مشاهده است. با 10 تا پله بالا رفتن دیگه نفست مثل قبل نمیگیره. میتونی کیسه‌های خرید رو بدون مشکل حمل کنی و خیلی زود فرم بدنت هم درست میشه. پس با شروع کردن کالستنیکس چه اتفاقی براتون میفته؟ اول از همه ارتباط سیستم عصبی عضلاتتون بازسازی میشه. یاد میگیری که به غرور بیجا و عجله‌های بی‌مورد نبگید. تلاش میکنید از حداقل زمان حداکثر استفاده رو بکنید و آسون شدن زندگی رو با همه وجودتون حس میکنید. تو راست بگم، توی هیچ سنی تمرین کردن دیر نیست. تازه اگه تمرین کردن رو شروع کنی، متوجه میشی که بزرگترین خدمت رو به خودت کردی.